برو بده سلام کنه یه ساکت باش. خب سلام علیکم. خدا میدونه توی این مدت به این خانواده چی گذشته. روح و روان و سلامتی این بندگان خدا دیگه بر نمیگرد. نه واقعا آسیبی که شما دیدین، داغی که رو دل شماست با هیچ چیزی جبران نمیشه. بالاخره خون عزیزتون ریخته شده. الانم داریم گذشت میکنین، از حق قانونی شرعیتون میگذارین. بشو بیرون، حرفم تموم شد. فقط یه جنبش من ببینم. یه حقتونه دارین ازش میگذارین. ولی اگر منم دارم اصرار میکنم که گذشت کنین، واقعا به خاطر این بچه است. این دختر سلام میکن. این دختر مادر نداره. از وقتی هم که پدرش تو زندانه، این تو پرورشگاه پیش ما میمونه. اگر شما این لطفو بکنین، این بچه دیگه بدون سرپرست بزرگ نمیشه. اون مبلغی هم که در واقع صحبتش شد و با هم هماهنگ کردیم، یه سری خیر هستن توی این زمینه ها به ما کمک میکنن. به محض اینکه شما لطف کنین رضایت بدین، اون مبلغ هم واریز میشه خدمتتون. از بس آدم اومده تو این خونه واسه رضایت، همه فکر میکنن انگار ما دنبال آدم کشتنیم الکی. والا به خدا اینا حق دارن، قصاص حقشونه. حاج آقا امروز لفظ منو شهید نکرد، به حرمت این بچه اجازه داد بیاین حرف بزنیم. تو اومده این خانواده شوره برو، شوره برو. در رو واسه چی قفل میکنین؟ حروم زاده به من میخوای صدقه بدی؟ نه صدقه نیست آقا چرا اینطوری میکنی؟ صدقه به من رضا چی کاره یمونی ها؟ چی کاره یمونی؟ کار را برنه زیاره؟ آقا که من الان که بلای سرت بیارم پولت هم بدم وقت می رضایت بدی کثافت برو شو بیرون. نه